اول ایمان چیزی است که ضعیف می شود و قوی هم می شود، بنان اسبابی که ما را به طرف قوت ایمان می کشاند. می توانیم مختصرا چند چیز را یادآور شویم. اول چیزی که ایمان را قوی می کنه علم است. چقدر که فهم ما به کتاب الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به اسما و صفات الله متعال بیشتر شود، به امو اندازه ایمان ما قوی می شود. بنان توصیه اول می کنم که همگی باید حضور به هم برسانیم به مجالس علم تا چیزی را یاد بگیریم. دو، چیزی که ایمان را ما را قوی می کند تلاوت کتاب الله است. چقدر که قرآن کریم را تلاوت بکنیم، تلاوت قرآن کریم ایمان ما را تقویت می کند. سه، سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم. چقدر که سیرت رسول الله را بخوانیم، ما عظمت شأن اسلام، ما عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم را درک می کنیم، ایمان ما تقویت می شود. چقدر که ما اصحاب کرام را و تاریخ صحابه کرام را بخوانیم، سیرت از اونها را بخوانیم، تأثیرگذار می شود شخصیت از اونها بر ما و اسوه ما می شوند و ایمان ما تقویت می شود. چقدر که از آثار و شخصیت های علمی تابعین و تبع تابعین و شخصیت های بزرگ اسلام اونها را تاریخش بخوانیم، زندگی نامش بخوانیم، ایمان ما قوی می شود و بزرگ شده می رود. در پهلوی از او چقدر که ما به ذکر الله رجوع می کنیم، اذکار بیشتر می کنیم، نوافل بیشتر می کنیم، با امو اندازه ایمان ما تقویت می شود. چقدر که ما به قبرستان برویم و در اوجا لحظات بی اندیشیم که در اینجا هم انسانی بود که یک روز به اسلام مگس سر بینیش نمی ماند، دارای چی منزلت بود از نظر علمی، از نظر اجتماعی، از نظر توانمندی ها، ولی امروز در زیر خاک افتیده. صبح من چطور میکنم، جایگاه ما چطور خواهد بود. به طرف شفاخانه ها بریم، مریضا را ببینیم، وضعیتش را ببینیم، تأثیرگذار است بر ایمان ما را متوجه میکنم به الله. مجالس صلحا، چقدر که در مجالس علم، در مجالس اهل الله میشینیم، ایمان ما قوی میشود و زیبا میشود. و در این کلش باید مرگ از یادآور شویم که ما از این دنیا میریم و خامخا میریم. بنابراین چقدر که مرگ بیشتر یاد بکنیم، تأثیر میگذارد بر روان ما، بر اعمال ما و ما را منضبط میکند که در اعمال خود پاسداری بکنیم، از چشم خود، از گوش خود و به تعبیر کل از گناه دور شویم. چقدر که از گناه دور میشیم، قلب ما صیقل دارد و میتونیم خوبتر ببینیم، خوبتر تعبیر بکنیم، خوبتر بشنویم.